امروز من با تست وارسی ماشینی که پیشران بنزینش 138 اسب بخار و 180 نیوتن متر گشتاور میتونه تولید کنه و از اون طرف پیشران برقیش میتونه 180 اسب بخار و 300 نیوتن متر گشتاور تولید کنه و قدرت ترکیبش 238 اسب بخاره. گپ امپو تو سال 2021 به اسم ترامچی امپو وارد بازار چین شد و تو سال 2024 تو 2 تا نسخه وارد بازار ایران شد. یکی نسخه بنزینی، یکی نسخه هیبرید. این نسخه که الان ما داریم تو این ویدیو آوردم برای شما نسخه هیبریدشه که توسط نمایندگی رادخواه واقع در بلوار آیت الله علاقه‌مند به ما دادن. گپ امپو یه طراحی کاملا جذاب، شیک، اسپورت و در عین حال ساده ای رو داره. موتور یه ماشین 4 سیلندر 2000 سی سی تنفس طبیعیه که به واسطه گیربکس DHT که داره نیرو رو به محور جلو منتقل میکنه. طول این ماشین 4 متر 70 سانته و یه طراحی کشیده و اسپورتی داره. بالای داره ماشین تو این قسمت کروم کاری رو داره و روی آینه طرح فیبر کربن کار شده و تو قسمت عقبش طرح فست بک و کشیده رو داره که اسپورت تر میکنه ماشینو. و خوشبختانه چیزی که توی ماشین میشه بهش توجه که چراغای 2 تیکه نه 1 تیکه، چراغاش 2 تیکه و به نظر من بهتره، جذاب ترش کرده. توی این قسمت نوشته چینی رو داریم و توی این قسمت امپو و هایبرید بودنش داره میگه و اینجا هم لوگوی خود گکه که توی نسخه‌های هیبریدش توی لوگو یه سری خطوط آبیه که نشون بده این ماشین هیبریده و اینجا دوربین دنده عقب و دکمه یه صندوق پرانه داره. بالا صندوقش به شدت جا داره، یعنی از اینجا تا اون سر رو جا داره و توی این قسمتش باتری استارت ماشینه. توی این قسمت از ماشین ما زاپاس رو نداره، چرا؟ به واسطه طراحی این که باتری ماشین کف ماشین طراحی شده و فضا رو گرفته، ما زاپاس نداره. ولی کمپانی اومده چه کار کرده؟ اومده که پمپ بادو به همراه کیت پنچرگیری بهتون ارائه داده که اگه خدایی نکرده توی جاده و هر جایی ماشینتون پنچر شد میتونید که درستش کنه و به یه جای خودتون رو برسونه. من بررسی توی ماشین از روی در که بخوام شروع کنیم، قسمت بالای در پلاستیک خوش طراحی شده که طرح چرمه. این قسمتش طرح فیبر کربن، دستگیره در، طرح استیل. به نظرم جذابش که در این ترکیب دستگیره داره که نگاه کنیم چرم کار شده. روی دستگیره در تنظیمات آینه رو داریم، قفل در رو داره، دکمه بالا برش 4 تا شیشه رو داره و قفل شیشه کودک. توی این قسمت ما فرمون داریم با یه سری طرح استیل کار شده، یه سری دکمه به شدت جذاب و کاربردی. اینجا استیل کار شده، فرمونش چرمه ولی زیاد آنچنان جذاب نیست، حداقل من جذابش. توی این قسمت ما تنظیمات چراغ و برف پاک کن و اینجور چیزا رو داریم. عرضم به خدمتتون که مانیتورش یکی 7 اینچه برای دور موتور و اینجور چیزا، یه 10 اینچ هم اینجا داریم که جمع میشه 17 اینچ. تو قسمت کنسول وسط که دیم یه طراحی خوبی داره، کمپانی اومده طرح فیبر کربن رو کار کرده و زیاد کلید نگذاشته. اینجا این قسمت تنظیم ولوم صدای ماشین رو داریم که حتما تست صدای بلندگوش رو براتون میگیرم. این قسمت استارت استاپ ماشین رو داریم که به من واقعا جذابش کرده، مثل یه سری از ماشینا یا اینجای ماشین کار نکرده. اوریتش روی کنسول وست. تو این قسمت مودای ماشین رو داریم اکو، کامفورت و اسپورت. حالا اگه بخوام سیستم صوتی ماشین رو بررسی بکنیم که نسبت خوبه.
سیستم صوتیش خوبه ولی به نسبت ماشین آلمانی اینا نیست. اما از ماشین چینی هم قصد کنه سیستم صوتیش خوبه. به پایان بررسی این ماشین جذاب رسیده. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. من مبین دهقان، اینجا مستر شوالیه.